این گنجینه هایی که میبینی مربوط به توت عنخ آمونه، فرعونی که حدود 3300 سال پیش وقتی 19 سالش بود مرد. مقبرش یکی از سالم ترین مقبره هایی که تو دره پادشاهان پیدا شده. خود داستان کشفش فوق العاده است. وقتی کارتر باستانشناس مصر بعد از چند سال حفاری تقریبا ناامید میشه، به یه در مهرموم شده میرسه. وقتی در رو باز میکنن با شمع داخل رو نگاه میکنه، ازش میپرسن چی میبینی؟ میگه چیزای شگفت انگیز، همه جا پر طلا، تابوت‌ها، مجسمه‌ها و وسایل شخصی توت عنخ آمون. مقبره‌شو قبلا پست کردم، میتونی بری و ببینی. این فرعون 4 لایه تابوت داشته. روی مومیاییش یه ماده سیاه معطر ریخته بودن، چیزی شبیه قیر که برای مذهبی بودن و حفاظت از بدن استفاده می‌شده. همین ماده مثل چسب مومیایی رو به کف تابوت چسبونده بود. باستانشناسا برای جدا کردنش کلی دردسر داشتن، نمی‌خواستن مومیایی رو نابود کنن چون واقعا به تابوت چسبیده بود. خود توت عنخ آمون در واقع پادشاه خیلی جوون و نسبتاً کم اهمیته که به خاطر همین گنجینه ها این همه معروف شده. احتمالاً پسر آخن آتون بوده، همون فرعونی که میخواست مذهب مصر رو عوض کنه و فقط یه خدای واحد رو پرستش کنن. توت وقتی بچه بود به تخت نشست و دور و برش مشاوره ها همه چیزو براش تصمیم میگرفتن. حتی اسمش رو از توت عنخ آتون به توت عنخ آمون عوض کردن تا دوباره مذهب قدیم مصر رو برگردونن. چیزی که خیلی جالبه، با CT اسکن و آنالیز ژنتیکی فهمیدن توت کلی مشکل سلامتی داشته، احتمالاً به خاطر ازدواج فامیلی بین فرعون ها بوده. نشونه هایی از پای کج، مشکل ستون فقرات، حتی مالاریا تو بدنش پیدا کردن که برای راه رفتن به عصا احتیاج داشته. در مورد اینکه چطور مرده هنوز 100% مطمئن نیستن. بعضیا میگن از پشت سر ضربه خورده و ترور شده، بعضیا میگن از اسب افتاده و پاش عفونت کرده، بعضیا میگن مجموعه از بیماری ها باعث مرگش شده. با من همراه باش، جاهای زیبایی از دنیا رو نشونت میدم.